تو این جلسه میخوایم راجع به آپشنال پارامترها صحبت کنیم، یعنی پارامترهای ما به صورت اختیاری در واقع ست بشه. ما اول اومدیم فهمیدیم پارامترها چی هستند، بعد اومدیم پارامترها رو به صورت دیفالت تعریف کردیم، یعنی پیش‌فرض بهش مقدار دادیم که اگر در واقع کاربر نمیزد با مقدار پیش‌فرض پر بشه و حالا میخوایم اختیاریش کنیم، یعنی اصلا اگر هم مقدار نبود مقدار پیش‌فرض نگیره، کلا خالی باشه و باز در واقع اون روت یعنی اون مسیر لحاظ بشه. ما تو این حالت اگه بهش یک در واقع پیش‌فرض نمیدادیم میرفت از ران استفاده میکرد، چون کلا این رو انگار ما تایپ نکرده بودیم. اما الان میگیم نه، تایپ نمی کنیم، اما حالتی باشه، یعنی به صورتی تعریفش بکنیم که اگر نال هم بود اوکی باشه. شاید تو ذهنتون بیاد که مثلا اینجا آیدی دادیم 1، من اینو بنویسم نال، یعنی بگم اختیاریه دیگه، ناله، میتونه هیچی نباشه، اما این درست نیست. عملا این کار داره نال رو میریزه داخل آیدی، پس باز یه مقدار پیش‌فرض داره میده با این کار. من برای این کار میتونم از یک علامت سوال استفاده کنم. این کار باعث میشه که در واقع آیدی به صورت آپشنال باشه، پیش‌فرض نداره، مقدار پیش‌فرضی وجود نداره، اما با توجه به اینکه هیچ مقداری درونش نیست همچنان داره کار میکنه، یعنی روت رو الان فعاله. ما در واقع از این برنامه‌ای که تو جلسات قبلی نوشتیم با همین یه تغییر ساده اجرا میگیرم. میخوایم تست بکنیم که با این حالت هم بالا میاد یا نه. خب product detail و من بعدش رو نمی نویسم /product detail، میگه the product ID is، جلوش چیزی نیست. پس با این که من در واقع مقدار پیش‌فرضی ندارم، این به صورت نال داره برمیگرده و تونستم این رو هم در واقع پیاده سازی بکنم. فایده این کار چیه؟ فرض بکنید شما توی برنامه میخواید اگه کاربر یه همچین چیزی رو وارد کرد روی سایت، مثلا بیاد یه صفحه‌ای رو ببینه که کل محصولات داخلش هست، اما اگه بعدش مثلا آیدی محصول رو زد، اون محصول خاص رو ببینه. میتونیم به صورت شرطی رو بررسی کنیم، چون حالا ما یه ویو برنمیگردونیم، یعنی یه صفحه نمیاریم الان کلا محصول باشه، ببین با همین عبارت چاپ کردن یا همون write async این رو پیاده سازی میکنیم. میتونم شرط بذارم، یعنی یه ساختار شرطی ایجاد بکنم که اگر نال بود، یعنی واقعا کاربر چیزی نداشت، تایپ نکرد، یا تو ریکوست من بعد از دیتیل عبارتی نبود، یا حالت هم این که نه واقعا بود، به عنوان آیدی پارامتر ما داشتیم. این دو حالت رو میتونم توی ساختار شرطی قرارش بدم. خیلی ساده میام این بالا if رو تعریف میکنم. توی در واقع خود if، یعنی شرط if من باید بگم که اون روت ولیوی آیدی وجود داشته. چطور این رو باید بنویسم؟ کانتکست همیشه طبق معمول، ریکوست یا ریسپانس. خب ریکوست دیگه، ما میخوایم ریکوست رو چک بکنیم، پس ریکوست. بعد میگیم روت ولیو، میخوام مقدار اون روت ولیو رو چک بکنم، پس در واقع route value. و میخوام حالا چک بکنم که آیا مقدار فلان پارامتر من رو داره یا نه. این با دستور در واقع contain key استفاده میشه. پس contain key رو می نویسم و به عنوان کی آیدی رو بهش پاس میدم، چون اینجا اسمش رو گذاشتم آیدی، چیزی که اینجا هست رو میام قرار میدم. میگه الان این زمانی تو رو هست که آیدی مقدار داشته باشه، و حالا میگم اگر اینطور بود بیا مثلا این دوتا دستور اجرا بشه. من اینا رو کات میکنم و میارم این بالا قرار میده. پس الان دیگه یعنی زمانی که آیدی من نال نیست میاد میریزه تو متغیر و اون رو اینجا چاپ میکنه. در غیر این صورت مثلا میگم چاپ یه چیز دیگه چاپ بکنه. حالا من بازم از همین کپی میگیرم و اینجا یه else میذارم
اوکی، فقط اینجا متنش رو تغییر میدیم دیگه. حالا مثلا الان من تونستم در واقع یه خاصیت شرطی ایجاد بکنم که اگر نال نبود بیا بریزش و اگر نال بود بگه که ناله. و الان من اگر اجرا بگیرم یک حالت مقدار میدم، یعنی به پارامتر آیدی رو پر میکنم، یک بار پر نمیکنم. بسیار خوب، می نویسیم پروداکت آیدی، یعنی روتو می نویسم الان مقدار مثلا 45 رو میدم، به میگه که اوکی the product ID is عددی که من نوشتم. حالا نمیدم، الان گفت ناله. حالا شما تو پروژه واقعی به جای نال میتونید مثلا یک صفحه‌ای رو به کاربرشون بدی که کل لیست محصولات هست، ولی وقتی مثلا روت میشه 50 45 هر عددی میاد مخصوص اون محصولی که آیدی 45 هست رو اطلاعاتش رو نمایش میده. این مثلا میتونه یک کاربرد واقعی باشه که ما این حالت رو چک بکنیم. خیلی وقتا میگن خب سوال پیش میومد که ما چرا وقتی میتونیم مقدار پیش‌فرض بدیم نیاز نیست دیگه آپشنالش کنیم، وقتی مقدار پیش‌فرض داره انگار آپشنال هم هست، یعنی دل بخواهه اگه ننویسه پیش‌فرض رو میگیره. نه، من تو این حالت میتونم شرط بذارم و با هر مقداری که دیگه نال باشه، نه با مقدار پیش‌فرض فلان یا استاتیکی که من بهش دادم. تفاوت به شدت آشکاره. این جلسه تمرین بشه تو همین سناریویی که داشتیم. مثلا بیاید برای در واقع استودنت پروفایل ها این رو همین کاری که ما الان کردیم روش پیاده سازی بکنید به عنوان تمرین. و تا جلسه بعدی هم خدا نگهدار.